به نام خدا. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم به معرفی یک اندیکاتور کدنویسی شده بپردازیم. برای دسترسی به فایل این اندیکاتور شما لازمه که عضو کانال تلگرام ما بشید. لینک کانال تلگرام در توضیحات زیر همین ویدیو قرار داده شده. پس از اینکه شما وارد کانال تلگرام ما میشید، یک فایل تکست چند کیلوبایتی با نامی که در ادامه ویدیو خدمت شما عرض میشه قرار داده شده. شما اون فایل رو دانلود میفرمایید، یک فایل تکست هست، و بعد اون فایل تکست رو باز میکنید. با یک همچین چیزی مواجه میشید. هر آن چیزی که اینجا هست رو با کنترل آ و سپس کلیک راست و سپس کپی میفرمایید. بعد میاید در این قسمت، این پایین، روی پایین ادیتور کلیک میفرمایید. وقتی پایین ادیتور رو پیدا کردید و روش کلیک کردید، همچین صفحه‌ای برای شما باز میشه. بعد در این قسمت یک منوی کشویی قرار داده شده. روی این منوی کشویی کلیک میکنید. همچین چیزی برای شما باز میشه و در این قسمت روی Create New کلیک میفرمایید. همچین قسمتی برای شما میاد و Create New Indicator، همین اولی رو روش کلیک میفرمایید و در این پایین که همچین چیزی برای شما باز میشه. هر آن چیزی که اینجا هست رو با کنترل آ میگیرید و بعد پاک میفرمایید. از قبل فایل تکست رو، محتویاتش رو، تمام محتویاتش رو کپی کردیم. در این قسمت با کنترل وی پیست میکنید و در انتها روی سیو کلیک میفرمایید. از این به بعد این اندیکاتور در اکانت تریدینگ ویو شما برای همیشه ذخیره میشه. شما به اصل کدش دسترسی خواهید داشت. میتونید در آینده مواردی رو اضافه بکنید و حتی اون رو برای خودتون اختصاصی سازی کنید و ازش استفاده بکنید و سورس کدش رو برای همیشه در اختیار داشته باشید. به این صورت این اندیکاتور برای شما سیو میشه و از این به بعد اگر در قسمت ایندیکیتورز کلیک بفرمایید و اسمش رو سرچ بکنید، در قسمت پرسونال برای شما خواهد آمد. در ادامه اندیکاتور رو به چارت اضافه میکنیم و نکاتش رو با همدیگه بررسی میکنیم. پس از اینکه اندیکاتور رو به چارت اضافه کردیم، میایم در این قسمت روی ایندیکیتورز کلیک میکنیم و اسم اندیکاتور رو سرچ میکنیم، SML. در زیر قسمت پرسونال برای شما خواهد اومد، روش کلیک میکنید و اندیکاتور به چارت اضافه میشه. همونطوری که میبینید این اندیکاتور ترکیبی از اسمارت مانی و ترند لاین و اوردر بلاک ها هستش که در نگاه کلی و اولیه میتونید متوجه بشید که میتونه ستاپ قدرتمندی رو برای ما تشکیل بده، به شرط اینکه روی بازار مدتی ازش استفاده بکنید و بک تست بگیرید. همچنین لازمه که آموزش اسمارت مانی رو دیده باشید. ما در این ویدیو قصد نداریم به آموزش اسمارت مانی بپردازیم، فقط صرفاً میخوایم اندیکاتور رو خدمت شما معرفی بکنیم. در روی قسمت چرخ دنده کلیک میکنیم و وارد تنظیمات اندیکاتور میشیم. همونطوری که میبینید اول برای ما مشخص میکنه که اوردر بلاک ها رنگی باشن و یا به حالت سیاه و سفید در بیان. وقتی من تغییرش میدم شما میبینید که به حالت خاکستری در میاد و یا به حالت رنگی در میاد. در قسمت پایینتر شما میتونید مشخص بکنید که این خطوط ما به صورت خطچین باشن یا نقطه چین باشن یا دش باشن یا حالت جامد و پررنگ باشن که شما میتونید اینها رو به حالت هر جوری که خودتون دوست دارید مشخص بکنید. اگر به قسمت پایینتر مراجعه بکنیم، میتونید تیک ترند لاین رو برای خودتون بزنید. آیا ترند لاین برای شما رسم بشه و آیا رسم نشه. وقتی من تیکش رو برمیدارم، همونطوری که مشاهده میکنید خطوط برای من حذف میشود. وقتی تیکش رو فعال میکنم، خطوط ترند لاین برای من به نمایش در میاد که شما میتونید اینجا رنگ ترند لاین رو مشخص بکنید که من اینجا زرد رو انتخاب کردم. میتونید ضخامت خطوط رو مشخص بکنید، همچنین خط چین یا نقطه چین یا اینا باشه میتونید مشخص بکنید و برای خودتون اینجا اونها رو به نمایش در بیارید. تیک داره که آیا FVG ها رو برای ما مشخص بکنه یا نه. وقتی من تیکش رو میزنم میبینید که
فیر ولیو گپ ها رو روی چارت نمایش میده. وقتی تیکش رو برمیدارم اونها رو هیدن میکنه. اینجا میتونید اینپوتش رو تغییر بدید و مشخص بکنید. همچنین تیک اوردر بلاک رو وقتی برمیدارید میبینید که اوردر بلاک هایی که روی چارت نشون داده میشه حذف میشن. شما میتونید در اینجا به صورت کلی با چنج آف کاراکتر ها، بی او اس ها و ترن لاینی که برای شما به صورت اتوماتیک رسم میکنه فعالیت بکنید. به عنوان مثال در جایی مثل این نقطه شما میبینید که خط روند ما به صورت بالا کراس اوور شده. همچنین چنج آف کاراکتر هم بوده. پس دابل کانفرم میشه و اینجا منطقه مناسب میتونسته برای ورود به پوزیشن لانگ باشه. از این دست موارد میتونید برای خودتون زیاد پیدا بکنید و برای ورود به پوزیشن هاتون ازش استفاده بکنید. اگر به قسمت تنظیمات برگردیم دوباره تیک اوردر بلاک ها رو مشخص بکنیم و اوردر بلاک ها برای ما به نمایش در میان. این کندل قرمز و این تعداد کندل سبزی که بعدش زده میشه طبق تعریف برای ما ایجاد اوردر بلاک میکنه. در همین جا اوردر بلاک برای ما رسم میشه و تا لایو بازار مادامی که کندل ها هر جا هستن تا لایو بازار برای ما امتداد پیدا میکنه. حالا ما در برخورد هایی که به اوردر بلاک داشته و موفق به شکست نشده و از همون مناطق با شادو اوردر برداشته دقیقا میتونه مناطق مناسبی برای ورود به پوزیشن لانگ ما باشه. ببینید برخورد های اول و دوم، برخورد سوم که چقدر زیبا و طولانی به سمت بالا حرکت شارپ صعودی رو داشته که شما میتونستید با توجه به همین اوردر بلاک برای خودتون اینتری پرایس مناسب رو پیدا کنید و وارد پوزیشن بشید، یا حتی صبر بکنید به اوردر بلاک برخورد کرده اوردرش رو برداشت. چنج آف کاراکتر هم شده، خط روند ما رو هم به بالا کراس اوور کرده. دیگه اینجا میتونستید دوباره یعنی از 3 تا تاییدیه استفاده بکنید. همچنین اگر برگردیم به قسمت تنظیمات به سمت پایینتر بریم میتونه برای ما مشخص بکنید که حساسیت این اوردر بلاک ها به چه صورت باشه، یعنی چه تعداد کندل رو برای ما برای صعودش در نظر بگیره و یا برای نزولش. همچنین در قسمت انتهایی 2 تا مووینگ اوریج هم برای ما تعریف شده. بعضی از افراد از مووینگ اوریج های 200 برای تاییدیه های آخر برای ورود به پوزیشن هاشون استفاده میکنن. ما اینجا به صورت آپشنال برای شما قرار دادیم که چه نوع مووینگ اوریجی رو میتونید و دوست دارید ازش استفاده بکنید. SMA، آلما، EMA، RMA، WMA، والیوم ویتد مووینگ اوریج و HMA. هر کدوم رو که دوست دارید 2 تا هم ازش قرار دادیم استفاده بکنید. در قسمت استایل میاید میتونید تیکش رو برای خودتون فعال بکنید و یا خط رو مقداری ضخیم‌تر هم بکنید. به عنوان مثال وقتی من تیک اول رو میزنم اینجا میبینید که SMA و عددش هم اینجا روی 200 قرار داده شده. پس من خط قرمزی رو روی چارتم اضافه کردم که SMA 200 رو هم برای من به نمایش در میاره. اگر برگردیم روی چارت شما میبینید که اینجا چقدر میتونسته برای ما کارساز و مفید فایده باشه. خب برخورد به اوردر بلاک، برگشتن به بالای SMA 200 و ورود به پوزیشن لانگ، یا برخوردهایی که به SMA 200 داره موفق به شکست نمیشه. حالا این برخوردها مقارن شده با اوردرهایی که از اوردر بلاک معتبری که چارت برای ما به نمایش در آورده اینا با هم مقارن شده. پس همون دابل کانفرم میشه. یعنی تمام اینها میتونه برای ما نقاط مناسب برای ورود به پوزیشن هامون باشه. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. خوشحال میشیم اگر ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، نظرات خودتون رو در کامنت ها برای ما بنویسید و در ادامه مسیر با ما همراه باشید. ممنون و متشکرم.